خبرهای داغ این هفته: پرسپولیس، پرطرفدارترین تیم لیگ برتری ایران، تونست به 4مین قهرمانی متوالی خودش دست پیدا کنه و پوکر رو بگیره. سرخیو راموس، کاپیتان تیم رئال مادرید، تونست آقای گل لالیگا اسپانیا بشه در فصل 2019-2020 و تنها مدافعیه که آقای گل بوده. پائولو دیبالا، مهاجم آرژانتینی تیم یوونتوس، به عنوان بهترین بازیکن سری آ در این فصل انتخاب شد. نیمار جونیور به عنوان گرونترین بازیکن دنیا با 222 میلیون یورو انتخاب شد. خب ممنون از اینکه ویدیو ما رو تماشا کردید. سابسکرایب، لایک و کامنت یادتون نره. لبتون خندون، تنتون سلامت.